Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. تو این اپیزود میخوایم درباره کانسپت گلدن سرکل یا همون دایره طلایی صحبت کنیم. این کانسپت برای اولین بار در سال 2009 توسط سایمون ساینک تو کتاب معروفش به اسم Start with your why یا همون با چرات شروع کن مطرح شد. چیزی که سایمون ساینک داره میگه اینه که ما یه دایره‌ای داریم متشکل از 3 تا پارت چرا، چگونه، how و what، چی. بحثی که سایمون ساینک اینجا داره میکنه اینه که 95% کسب و کارها و بیزنس ها اشتباهی که میکنن اینه که روند اوتساید اینو دارن، یعنی از بیرون به درون، یعنی از چی شروع میکنن به چرا میرسن. وقتی ما از چی شروع میکنیم، چی کارسپاند میشه با نیوکورتکس مغز، یعنی ذهن منطقی. وقتی از چرا شروع میکنیم، چرا کارسپاند میشه با ذهن لیمپیک پارت مغز، یعنی ذهن احساسی، اون بخش مغز که با قسمت فعل و انفعالات احساسی درگیره. اینجا مثلا دارم میگم 95% فروش‌ها، فرض کن من یه فروشندم، مثل 95% فروشنده‌های دیگه، اشتباهی که میکنم مثلا من این ماژیک وایت بورد رو میخوام بفروشم. بحث سایمون ساینک اینجا اینه که منظورش چیه وقتی میگه از چی شروع میکنی؟ منظورش اینه که من این ماژیک وایت بورد رو دارم، یه شرکتی زدم، اینو میخوام پروموتش کنم. اشتباهی که ایجاد میشه اینه که من با 1000 تا دلیل و توجیه منطقی میخوام مشتری رو متقاعد کنم که آقا به خاطر این دلیل منطقی، این دلیل منطقی، این دلیل منطقی، این متریالی که استفاده شده، این کوالیتی که داره، این فلانی که داره، ماژیک وایت بورد من از رقبا بهتره. خب و مشتری هم معمولا تو اغلب کیسا متقاعد میشه از لحاظ منطقی، ولی بازم خرید نمیکنه. دلیل این بازم خرید نکرده چیزیه که اکثر فروشنده رو مایوس میکنه. دلیلش اینه که اون فروشنده از ذهن منطقی شروع کرده و به قول معروف وقتی از ذهن منطقی شروع میکنی، به قول معروف خیلی حالت بورینگ و حالت حوصله سربری برای مشتری و اون احساسه رو نمیگیره، اون داستانتو نمیدونه. حالا اینجا سایمون ساینک بحثی که داره میکنه اینه که وقتی از سیستم اینساید اوت، از درون، از چرات شروع بکنی به چی برسی، از قسمت لیمپیک پارت مغز، از ذهن احساسی مغز شروع کردی. و ما تو این اپیزود مثالای مختلف میزنیم از برندهای مختلف مثل تسلا، اپل، نایکی و خیلی برندهای دیگه. اغلب برندهای موفق از چراشون شروع میکنن. اینجا چرا به چه منظوریه؟ یعنی اون دلیلت، اون داستانت، اون آیدنتیتی و هویتت، اون چیزی که اون فاکتور، اون اکس فاکتورت، اون چیزی که تو رو متمایز میکنه از بقیه. وقتی از چرا شروع بکنی، یعنی از ذهن احساسی شروع بکنی، مخاطب و مشتری درگیر فعل و انفعالات احساسی میکنی و هیجان زده میکنی. این روشیه که اکثر برندهای بزرگ کمپین‌های تبلیغاتیشون رو این بیس میذارن. یعنی مثلا دارم میگم به نوعی، به طریقی مخاطب هیجان زده میکنن، یعنی در واقع بهش به نحوی رویا میفروشن. تا آخر اپیزود با همون بمونید، چون بحثی که امروز داریم میکنیم شاید برای همیشه دید شما نسبت به کسب و کار و بیزنستون رو عوض بکنه. امروز تاپیک اولمون رو درباره گلدن سرکل و دایره طلایی، همونطور که تو مقدمه دیدید درباره گلدن سرکل و دایره طلایی. کل کانسپت گلدن سرکل از کتاب Start with your why که سال 2009 توسط سایمون ساینک این کتاب نوشته شد و به نوع خودش این کتاب واقعا انقلابی بود، به خاطر اینکه
خیلی مثل تاپیکا و کتابای دیگه‌اش، اینا کتابی بود که تو اکثر کسب و کارها و ارگانایزیشن ها این کتاب استادی شد و درس دادم و کلا دید و طرز فکر خیلی رو عوض کرد نسبت به کسب و کار. خب این کتاب در واقع درباره کانسپت گلدن سرکل یا دایره طلایی، همونطوری که گفتیم از اینجا بهتره بحث رو شروع کنیم که داستان به قول معروف این کتاب خیلی جالبه. بحثش اینه که چرا مثلا خیلی آدم‌ها و کسب و کارها موفقن که بیشتر از کسای دیگه تحت تاثیر بذارن مخاطب و مشتری رو. این چه رمزیه، چه جوریه که مثلا خیلی مثلا خیلی ها اصلا آدم بگیر، ارگانایزیشن بگیر، هر کی قدرت متقاعد سازیش و اون تاثیرگذاریش بیشتره. قدرت تاثیرگذاری نفرات رو داره میشکافه که اصلا چه جوری روی همدیگه میتونن تاثیر بذارن، چه جوری میتونن توی تمام بعدها، مثلا توی فروش و توی تمام بعدها اینو میتونن استفاده بکنن. دقیقاً این به قول مهدی چیزیه که فقط صرفا نیست که تو بیزنستون پیاده کنید، کلا دیدتون تو همه به قول معروف ابعادا میتونید بیارید. آره کلا میتونید از این لنز به زندگی نگاه کنید و کلا خب ما اگه بخوایم وارد این تاپیک بشیم اینطوریه که مثلا دارم میگم از اینجا بذار شروع کنیم. کلا بحثا اکثر 100% شرکت‌ها و کسب و کارها میدونن که دارن چی کار انجام میدن. خب میدونن دارن چی میفروشن، میدونن دارن چه خدماتی میدن، میدونن دارن چی ارائه میدن، میدونن کارشون چیه. پس اون چیه رو میدونن. خب بعضی از شرکت‌ها و کسب و کارها چگونگی کارشون هم میدونن، اون هوا چجوری. مثلا دارم میگم مثلا من گوشی دارم درست میکنم. خب اون چیه؟ اینه که من چجوری این گوشی درست میکنم. خب حالا چگونه اینه که مثلا این گوشی از چه سی پی یو، چه گرافیک کارتی، چه اجزایی، چه فلانی، چه جوری تراش دادم، چه آلومینیوم، چه متریال استفاده کردم، مثلا تایتانیوم استفاده کردم. این چگونگی کاره. خیلی از مثلا دارم میگم بعضی از مثلا ارگانایزیشن ها همشون نه چگونگی رو نمیدونن. شاید مثلا به یه واسط میدن کارشون رو انجام بدن تا حدی خودشون سر در مکانیزم کار مثلا بعضیشون سر در میارن، ولی خیلی تعداد کم از کسب و کارها و مؤسسات و شرکت‌ها چراشون رو نمیدونن. یعنی اصل کاریه رو نمیدونن چرا دارن چیزی که اصلا باید بدونن و واقعا نمیدونن. چون اصل کاری توی چه بحث فروش، چه بحث تولید، اینه که اصلا خب چیکار میخوام بکنن، دقیقاً به چه نفراتی میخوام بفروشن، چه پوانی دارن برای خودشون، اینو نمیدونن. خب دقیقاً سایمون ساینک هم تو این کتاب بحثش همینه. خب به قول معروف از چی به چرا رو گفته outside in، یعنی از بیرون به درون. از چرا به چی رو گفته inside out. 95% کسب و کارها و شرکت‌ها متاسفانه روند outside in میرن، یعنی از چی میرن به چرا. بذار با یه مثال جالب براتون توضیح بدم این قضیه رو. خب اپل تو کمپین تبلیغاتیش، خب اگه کمپین تبلیغاتی اپل رو مخاطبا احتمالاً نمیدونم حالا کمپین‌های قبلیشو دیدن یا نه، یه کمپین تبلیغاتی داشت. من سعی می‌کنم که با هم دیگه چند تا از کمپیناشون رو داخل چنلمون هم بذاریم. حتما می‌ذاریم. روش ریویو هم میدیم. یه کمپین تبلیغاتی معروف اپل داشت به اسم The Crazy Ones، دیوانه ها، که توش میومد با اون اپل ماهیت و چرا خودش رو همه توضیح داد. تو اون کمپین میومد آدمای معروف مثل آلبرت آینشتاین، مثلا پیکاسو، مثل آلفرد هیچکاک و خیلیای دیگه مثل مارتین لوتر کینگ، اینا رو نشون میداد. خب اسم کمپین تبلیغاتشون Crazy Ones. خب یعنی دیوونه ها. میگفتش تو کمپین تبلیغاتیشون اینا آدمایی ان که مردم ممکنه مسخرهشون کنن، بهشون بخندن، ممکنه مثلا نادیدشون بگیرن. خب ولی نمیتونن منکر این بشن که این آدما تغییر تو زندگیتون ایجاد نمیکنن. حرکتی زدن که یه تغییراتی حتما داشتن، از یه طریقی میشناسنشون، یه کاری کردن که تو ذهن اینا یه هینتی داشته، یه نقطه نظری داشته که این طرفو میشناسنش هر جوری شده. درسته که میگن که دیوونه ولی بازم میپرستنشون. خب بازم یه جای کارشون پیش اونا گیره. آره دیگه، در واقع استیو جابز به عبارت دیگه سعی داشت بگه که آدمایی که به اندازه کافی دیوونه هستن، خب که فکر کنن دنیا رو قراره عوض کنن، واقعا میکنن. حالا فاضل تو چقدر فکر میکنی که دیوانه‌ای؟ واقعیتشو بخوای این دیوانگی لازمه برای خود موفقیت، تاثیرگذار بودن.
و چیزی که میخوام بهتون بگم، مثلا کلا بخوایم دیدگاه رو بکنیم توی جعبه از بالا نگاه کنیم، همیشه میگن دلیل هر چیزی از خود اون هدف مهمتره. چون شما هدف میذاری، میگه استپ با استپ به این هدف میرسم، میرم جلوتر، میرم هی تاچش میکنم، تیکش میزنم، ولی اون دلیله هی باعث استمرار میشه، باعث میشه که تو اون هدف رو هی بیای و ارتقاش بدی. ما هم بحث از درون بخوایم از درون شروع کنیم بریم بیرون، خیلی میخوایم راجع به این قضیه واقعا هم باید بولد باشه توی انتخاب یه چیزی، وای یا همون چراییش میشه. مثلا شما در نظر بگیر، همیشه گفتن شما تو بیزینسی میتونی موفق بشی که اونو اصلا به دید مالی نبینیش. چرا؟ چون شما میخوای یه تارگتی بزنی، میبینی سخته، بعد یهو میبینی یکی از دوستات، من بعضا از دوستام میپرسم چون حالا کار کلیه من مربوط به حالا فعالیت تو بازار پوشاک یا هر چیز دیگه ای هست، یهو مثلا طرف وسط این هدف تعیین کردنه یهو برمیگرده میگه که تجارت شکمی هم خوبه ها فاضل. میگم چطور؟ میگه یه رستوران بزنیم. و خودم من نمیدونم توی بیزینس چقدر میتونم به این آدم اطمینان کنم. حالا فاضل تو الان به این فکر کردی که یه مخاطبی که میاد از تو، مثلا تو کارت عمده است، محصولات تو عمده میفروشی، حالا به این فکر کردی که چرا یه نفر باید بیاد از عمده بخره؟ ببینید واقعیت همینه که کسی که بخواد عمقی کارش رو ببینه، حالا من بیشتر همون بحث فعالیت هنری و یا ضربوس یا همون گویندگی فعالیتی که داریم توی استودیو ایکس می‌کنیم میخوام بولدتر باشه، ولی بخوام کلی بگم توی پوشاک یا هر چیز دیگه ای، این که شما بهترین خدمات رو بخوای برسونی که اون مصرف کننده تو در وهله اول به نفعش باشه و راضی باشه، چه مثلا روی محصول مصرفی بخوای کار کنی مثل آرایشی بهداشتی یا هر چیز دیگه، که طرف آسیبی نبینه. یعنی سوای این که بخواد مثلا لک صورتش برداشته بشه، پوستش هم نرم بشه، یعنی شما میای یه مزایای دیگه بشه. این وای و چرایی شما خدمات درست رسوندن. خب پس چرایی رو از خود مخاطب آره احسن میتونه این چرایی درست باشه. هر کی چراش فرق داره، صرفا چرای هر کی و هر کی مجبور نیست. خب همینو میگم، ببینید هر کسب و کاری، هر کاری بر خودش یه چرایی داره. ما میایم بر خودمون چرایی رو. اگه من بخوام مثلا چرای خودم رو توضیح بدم، بذارید برگردم دوباره به کمپین اپل، این پوینتر رو تموم کنیم که اصلا اپل استراتژیش چیه، چون اپل خیلی مثال خوبیه این کتاب رو توضیح بدی، این کانسپت رو توضیح بدی، چون اپل سمبل شرکت و ارگانایزیشنی که به خوبی این سیستم رو رعایت میکنه. خب حالا برگردیم به کمپین تبلیغاتی اپل تو کمپین کریزی وانزش گفتیم یه آدم مشهور نشون داد و استیو جابز دلیلی که این آدما رو نشون داد تو تیزر کمپین اپل این بود که آقا جان اگه به اندازه کافی دیوونه باشی که فکر کنی دنیا رو عوض کنی، عوض می‌کنی. خب و این آدما همه اول نادیده‌شون گرفتن، همه اول مثلا شاید جدیشون نگرفتن، ولی نمیتونن دینایی کنن، نمیتونن منکرشون بشن که این آدما تفاوت رقم زدن. خب من این مثالو، پس چی شد این قضیه گلدن سرکل، دایره طلایی؟ ما یه وای داریم تو این سرکلمون، یه هاو داریم، یه وات داریم. اکثر شرکت ها از چی شروع میکنن؟ مثلا من این شرکت چیزم اینو زدم، خب این میخوام این پروداکت این انرژیزا رو میخوام بفروشم. خب اول میام میگم این چیه؟ این انرژیزاه، من انرژیسا ساختم، خیلی خوشمزه است، میخوای بخری؟ از چی؟ اکثر شرکت‌ها این اشتباه رو میکنن، از چیشون شروع میکنن، بعد خب به چگونهش میرسن. این از چطور اصلا درستش بکنی، ترکیبات فلان درست شده، فلان درست شده، برای فلان خوب انرژی میده. خب بعد میرسن به چراشون که میرسن هنگ میکنن، چون از چی شروع کردن؟ نتونستن با ذهن احساسی مخاطب بازی کنن. من یه مثال برات میزنم، ادامه بدیم با اپل که این قضیه رو برای مخاطبا بیشتر جا بندازیم. من یه دوستی داشتم به اسم اشکان. خب این رفتش، خب ماها داشت برنامه‌ریزی میکرد که یه پی سی اسمبل کنه. خب چه گرافیک کارتی بذاره، چه رمی بذاره، چه مادربردی بذاره، چه مثلا دارم میگم دیگه کسایی که پی سی اسمبل کردن میدونن که هم بتونه کار گیمینگش انجام بده، هم گرافیک دیزاینر بود، بتونه کارهای گرافیک دیزاین اینا رو انجام بده. خب ماها داشت برنامه‌ریزی میکرد به اقتصادی ترین شکل ممکن یه پی سی جمع کنه. اتفاقی که افتاد برای من تعریف میکنه. یه روز وقتی داشت رد میشد تو خیابون، از یه استور مک رد شد. خب از این استور مک وقتی رد شدش، وقتی رفت تو استور مک، خب نیم ساعت بعدش با یه آی مک برگشت. یعنی برخلاف اون چند ماهی که برنامه‌ریزی میکرد با کمترین بودجه بیشترین بازدهی رو بگیره، دقیقاً برعکس شد. وقتی رفتش تو استور اپل دقیقاً با یه آی مک برگشت. چرا این اتفاق افتاد؟
توضیح میدم چرا این اتفاق افتاد. میگه طبق تجربه خودش، میگه من وقتی استور مک رفتم، خب من ماها داشتم برنامه‌ریزی میکردم پی سی بگیرم با کمترین هزینه که هم گیمینگم و هم کارام و هم بیزنسم و کسب و کارم رو راه بندازم. ولی وقتی مک رفتم 2 تا 3 برابر اون هزینه برای مک دادم، در صورتی که حتی اون بازدهی پی سی هم برای من نداره. گیمینگ نمیتونم بکنم، خیلی کارا رو نمیتونم بکنم. پس چرا متقاعد شد که با آی مک برگرده؟ طبق چیزی که خودش تعریف میکنه، میگه من پامو تو استور اپل گذاشتم. وقتی پامو تو استور اپل گذاشتم احساس کردم که اونجا یه کالته، یه حالت قومیتی پرستش میکنن، انگاری استاف اونجا، آدمای کارکنایی اونجا طوری تعلیم دیدن که وقتی وارد استور اپل میشی احساس میکنی تو به یه فرقه متعلقی، باهات طوری برخورد میکنن که همون کانسپت آسندم ما و اونا، یعنی ما فرق داریم با بقیه و طوری آموزش دیدن کارکنان و استاف اپل که وقتی مشتری پاشه تو استور اپل میذاره باهاش طوری برخورد کنن که انگار تو هم متعلق به مایی، ما یه فرقه ایم، بقیه با ما فرق دارن. و انقدر تو اون استور تحت تاثیر احساسی قرار گرفت، انقدر هیجانی شد که همه اون آمار ارقام، همه اون ذهن منطقی، همه اون دیتابیس رو یه روز تو نیم ساعت، ماها برنامه ریزی رو تو نیم ساعت دور ریخت و با یه آی مک برگشت. این یعنی چی؟ یعنی که آقا جان فروش احساسه نه منطق. اگه میخواین تو ذهن مخاطب رخنه کنید باید تو از چرا شروع کنید. فرق چرا با چیه؟ این اینساید اوت با اوتساید این چیه؟ وقتی شما از چراتون شروع میکنید رخنه میکنید به لیمپیک پارت برین، یعنی ذهن احساسی مخاطب. وقتی از چی شروع میکنید، از نیوکورتکس مغز شروع میکنید، یعنی ذهن منطقی. مشکلی که اکثر کسب و کارها 95% ارگانایزیشن و شرکت‌ها و کسب و کارها دارن اینه که آقا میان خیلی بورینگن، اصلا از اون کانال احساسه وارد نمیشن، از به قول معروف از اون چیه شروع میکنن. میدونی چی دارم میگم؟ آقا این محصول منه، میخوای بخری؟ من لپتاپای خوبی میسازم، من مایکای خوبی میسازم، میخوای بخری؟ که آقا اینو دارم و تو میخوای بیا بخر. در حالی که نمیگه که آقا خب من یه کاری بکنم، یه چیزی رو درست بکنم، یه فضایی رو درست بکنم که طرف خودش احساسش بهش بگه. مثلا ردبول تا الان شما دیدید که بیاد بگه که آقا من این محصول و این انرژیزا رو تولید کردم بیاید از من بخرید. واقعا دیدید؟ واقعا نمیاد بگه. میاد عوضش چیکار میکنه؟ انرژی رو توی مخاطبش نشون میده. میاد اسپانسرینگ میکنه، طرف از هلیکوپتر از هواپیما میپره، بانجی جامپینگ میکنه، انرژی رو داره میفروشه، رویا بهت میفروشه. یا نایکی تا الان من ندیدم که بیاد بگه که من این محصول رو دارم بیا بخر از من. میاد چیکار میکنه؟ توی دو میدانی ها میاد میپوشونه توی پای اتلتا که اونو بودن باهاش و اتلتا تو رویاشون مثلا تو المپیک دارن شرکت. دقیقاً مردم همین حسو میگیرن که خب اینی که اونو پوشیده حتما خیلی خوبه که منم برم از همون بخرم. این چیزیه که ما تو کسب و کار خودمون اگر اینو بفهمیم که چجوری مخاطبمون متقاعد بکنیم میتونیم هر چیزی رو بفروشیم. مهدی مثال قشنگی زد، مثال نایکی رو زد، بذار روش بیلد کنیم. خب حرف جالبی زد. نایکی نمیاد تو کمپین‌های تبلیغاتیش به تو بگه کفش من این آپشن رو داره، اون آپشن رو داره. نمیاد از منطق شروع کنه، نمیاد از چی شروع کنه. به قول مهدی یه اتلت رو نشون میده، اون اتلت در حال دویدن تو رویا پردازی داره میکنه که تو المپیک داره میدوه و مخاطبم جای پای اون میذاره خودشو. یعنی چی؟ مثلا برای همین خندم میگیره. من یه موقع تبلیغات مثلا ایرانی‌ها رو میبینم، تبلیغات ادورسای خودمون صدا سیما، مثلا تبلیغ کفش میکنن، چیزی میکنن، مثلا اینجوری شروع میکنن. دو تا پیرزن، حالا کاری ندارم پیرزن نشون میدن، پیرمرد نشون، کاری به اون ندارم. به چه بعد کاری به اون ندارم. خب اصلا اون بچا اینجا رو فاکتور بگیرید سایت، اصلا کاری به اون ندارم. میان یکی رو نشون میدن تو پارک، بعد اون یارو کفش رو پوشیده، بعد تلویزیون برمیگرده چیز گرافیکی از کفش درست میکنه، میگه فلان لایه فلانو داره، لایه اون روش میاد، این لایه طبیه، این لایه از مثلا متریال مثلا از مثلا فایبر درست میشه، این فلان درست میشه. یعنی همون ترپی که گفتم، همون تله‌ای که گفتم میاد از ذهن منطقی مخاطب شروع میکنه. خب همچین برندی وقتی داره همچین تبلیغی میکنه، مخاطب باش ارتباط احساسی نمیگیره. به جایی که بیاد یه آدم جوون، یه اتلت رو بیاره رویا بفروشه، به جایی که مخاطب رو هیجان زده کنه، خب ببین مخاطب از احساس خرید میکنه، بعد توجیه منطقی براش پیدا میکنه. مثلا دارم میگم مخاطبی که میخواد آیفون بخره
از احساس و هیجان آیفون میخره دیگه، ولی تو ذهن خودش اینطوری پروسه میکنه من این آیفون رو بخرم زندگیم بهتر میشه، خیلی کاملیت رو میکنم. ببین اول احساس خرید میکنه، بعد دلیل منطقی براش پیدا میکنه. میدونی تو اکثر کیسا هممون همینطوریم. چرا محصولات زیبایی و سلامتی یا حتی مثلا یه چیزی مثل ردبول که مهدی گفت چرا اینقدر فروش دارن؟ به خاطری که باعث میشن تو احساس بهتری نسبت به خودت پیدا کنی، تو پول فقط حس بهتر رو پیدا میکنی. یه مثال دیگه بزنم، خیلیامون دیدیم که آقا مثلا حوصله نداریم پاشیم بریم شاپینگ، میریم خرید میکنیم. فقط چرا میریم خرید میکنیم؟ فقط حس بهتری بگیریم. چون به خیلی از چیزا نیاز نداریم اصلا. خیلی از ماها هستیم که لباسایی که مثلا پارسال خریدیم هنوز یه بارم تن نکردیم، فقط اون تایمش رو رفتیم خریدش رو کردیم. دقیقا همینه، ما باید بفهمیم که چجوری حس رو منتقل بکنیم. هر چیزی رو بخوایم میتونیم بفهمیم. در واقع پوینت اصلا سمبل مستر این قضیه خود استیو جابز بود. ما شاید مخاطبا ندونن که استیو جابز اصلا کدنویسی بلد نبود، دقیقاً اصلا کامپیوتر ویز نبود، برنامه‌نویسی بلد نبود. کسی که باهاش تو گاراژ اپل شروع کرد استیو وزنیاک بود، اون بود برنامه‌نویس اپل بود، اون بود کار. استیو جابز فروشنده بود، مارکتر بود. وقتی استیو جابز میاد یه کمپین تبلیغاتی کریزی وانز رو شروع میکنه، چرای اپل و استیو جابز چیه؟ چرای اپل و استیو جابز اینه که آقا ما محصولاتی میسازیم مثل آیفون، آیپد، آیمک که پشتشو بکنه رو استاتس کو، رو ترند. ما با ترند کار نمیکنیم، ما ترند رو چالش میکنیم. خب پس چرای اپل چالش ترند و جریانات روز و کلیشه و روزمرگی بودش. ما متفاوتیم، بقیه اوردینری هم. ویندوز اوردینریه، ویندوز ساده است. ما فرق داریم، ما سافیستیکیتد تریم، ما باحال‌تریم. روشنفکرها، اوپن مایندها، کار خفنا اپل میخرن، مک دارن. خب ببین از کدوم پوینت، از کدوم نقطه چه نبوغ استیو جابز رو تکنیک‌های متقاعد سازیش بود. بعد چیکار میکنه اپل؟ چگونگی اپل اینه که خب ما محصولاتی میسازیم که هاردور و سافتور رو به بهترین شکلش کنه با هم. خب ما هاردور و سافتور رو با هم مرج میکنیم. خب ما تراشه خوبی استفاده میکنیم، ما متریال درجه یک تایتانیوم استفاده میکنیم، ما دیزاین‌های الگانت و لاکچری میکنیم. این چگونگی ما به عنوان اپل چیه؟ ما گوشی‌های خوبی تولید میکنیم. میخوای بخری؟ حالا آخر سر به چی میرسه؟ وقتی آخر سر از چرا شروع کنی به چی برسی، مخاطب کیشمات میشه، مشتری کیشمات میشه. مشتری تو اون بازه زمانی انقدر تحت تاثیر احساسی قرار گرفته. چرا همه آیفون میخرن؟ چند درصد آیفون یوزرها تو خود کشور خودمون تو ایران قابلیت آیفون اصلا میدونن چیه؟ اصلا استفاده میکنن؟ واقعا تعدادی اصلا چی میدونن راجع به آیفون، راجع به آی او اس؟ میبینی که داخلش ویندوز. چرا ویندوز؟ ولی مک رو خریده روش ویندوز ریخته، چون مک نمیتونه استفاده کنه، چون شو آف کنه صرفا، چون درگیر اون کانسپت احساسی شده. و نبوغ کسایی مثل استیو جابز و هر فروشنده خفنی، اصلا این یه ادوایزه، این یه توصیه است به دوستانی که حالا کسب و کار دارن، فروش میکنن، مارکتینگ، مجبور نیست در اسکیل و ابعاد بزرگ این قضیه رو پیاده سازی کنید. تو شرکت تمام یه کسب و کار کوچیک، یه کسب و کار کوچیک داری یه چیزی میفروشی، این تکنیک رو یادت باشه، میتونی استفاده کنی. همیشه چرای خودت رو پیدا کن، چگونگیشو بچین دورش، بعد به چیت برس. وقتی چرا رو پیدا کنی انگار تورچ دستته، انگار چی بود تورچ؟ مشعل دستته، انگار مشعل دستته، اون راهو بهت نشون میده، چون چرا تو پیدا کردی. پس مثلا برند اپل چراش این بود که مثلا دارم میگم پشتشو چالش کنه ترندو، جریانات عادی ها. حالا برند ردبول چراش چی بود؟ انرژی بفروشه، هیجان بفروشه. برند مثلا تسلا چراش چیه؟ ما آینده رو داریم میفروشیم. در صورتی که الان خیلی کار منیفکچررهای چینی تو کارهای الکتریک و برقی از تسلا جلو هن. خب مهدی میدونه اصلا با برندهای چینی اون روز چک می‌کردیم خیلی جلوترن تو ای آی. خب ولی چرا همه اسم الکتریک کار که میاد یاد تسلا میافتن؟ به خاطری که تسلا و ایلان ماسک اون نبوغ استیو جابز رو داره، دقیقاً داره رویا میفروشه. ما ماشین‌های ما آینده رو به شما میفروشیم. ماشین چیه؟ ما آینده رو میفروشیم. چطوری؟ با این تکنولوژی چی؟ من ماشین‌های خوبی میسازم، میخوای بخری؟ خب تسلا هم همین کارو میکنه، ردبول هم همین کارو میکنه، اپل هم همین کارو میکنه، نایکی هم همین کارو میکنه و لیست ادامه داره. خیلی برندهای بزرگ خب زمانی که این کارو انجام دادن موفق شدن.
تمام برندهای بزرگ، حتی برندهای ایرانی هم اگر این کار رو انجام بدن، ببینید کیفیت مهمه ها. اینو فکر نکنید که خب شما بیاید یه محصول بدی رو درست بکنی، چراییشو پیدا بکنی، بعد روی پردازیشو انجام بدی، روی فروشیشو بکنی، بفروشی بره. نه، برند خودتو خراب میکنی. خیلی مثال قشنگی زدی که اپل رو مثال زدی و استیو جابز. در وهله اول من یادم روی یه مجله نوشته بود چه چیز میتواند امپراتوری 1 میلیارد عددی نوکیا را سرنگون کند، یعنی هیچ چیز. در وهله اول بیایم عمقی تر ببینیم قضیه رو، از باور کاملی که استیو جابز به خودش رو طرحش داد. شما بارها گفتی، خیلی قشنگم میگی، این که اصلا این هیچ اطلاعات کدنویسی نداشت، یه ایده‌ای تو ذهنش بود و همیشه هم مثالش بود از اون دیوونه هایی که مثلا خیلی چیزا رو میتونن تغییر بدن و شما نمیتونی اینا رو ایگنور کنی، اینا هستن و موفق خواهند شد. اول یک طرحی بود، مثل همون مثل همون ارشد اون سمفونیه که میگفتی، رهبر اون ارکستر که میگفتی خودش بود و جهت میداد حتی به کسانی که علم داشتند و خودشون علم کدنویسی رو نداشتن. واقعا چون دوستانی که دارن این برنامه رو میبینن و واقعا هم این تاپیکمون با براشون خوبه، این چراییه باید تو اهدافشون باشه. صحبت اپل شد، صحبت عملکرد استیو جابز شد که همیشه اپل رو ما بعد از نوکیا شنیدیم و بعد دیگه اسم چیز دیگر رو نشنیدیم. دارم میگم این فقط باور داشت به طرحش و چون اطلاعاتش رو بالا برد، فروشش رو راحت‌تر کرد و چون قابلیت‌هاشو، یعنی یه جورایی من میگم چراییش این بود که بتونه اون قابلیت‌ها رو به رخ بکشه، نشون بده. آره سیستمش یه جور خاصی بود. من یادم اوایل میگفتن اگه اپل بگیرید این ویروس نمیگیره. واقعا ما میدیدیم که هنگ نمی‌کرد، فقط چون پافشاری داشت رو باور طرح خودش. شما اگر پافشاری داشت رو چرای خودش، رو باوری که داشت خودش، حتی همون علم کدنویسی رو نداشت و یه تیم کدنویسی و ما هممون الان داریم از برندش استفاده میکنیم. من میگم وقتی شما باور داشته باشی به طرح خودت، راجبش سرچ میکنی و اطلاعات کسب میکنی. وقتی اطلاعاتت میره بالاتر، چون اون روزنه‌های اون دلایل فروش رو میدونی، فروشت میاد بالاتر. من می‌خواستم این رو بهش اشاره بکنم. چرا؟ چون بعد اسم نوکیا میومد، هیچ ربطی به نوکیا نداره اپل، ولی تونست با لودر روش رد بشه و فرسنگ‌ها باش فاصله بگیره و پیشی بگیره ازش. چرایی خیلی مهمه، همیشه این دلیل از هدف مهمتره، اینکه شما بدونی چی رو میخوای برای چیزی. و اساسا اینو میخوام انتقال بدم به دوستانی که دارن ما رو میبینن، پول هر کاری این اولویت آخرت باشه. یه موقع از شهرت مثلا طرف میگه من دوست دارم اصلا استوری تل باشم، داستان بگم، چیزی که تو داری میگی، هم شهرت داره توش، هم شما بیننده میگیری قطعا. اما چیزی که مهمه اینه که چه چیزی میتونی اضافه بکنی، مخصوصا تو شرایط چه پایینی میتونی بدی؟ میتونی مثلا استیو جابز که الان تو این دنیا نیست و از این دنیا رفته، اقلا یه سیستم لگاسیشو به جا گذاشته. ما الان داشتیم صحبت، خدا رحمتش کنه، ما داشتیم صحبت می‌کردیم راجع به دوربین فیلم گرفتن، میگفتیم اندروید هر چیزی که باشه باز آیفون اپل یه چیز دیگه است. این خودش اندمه. این دقیقاً. خب بچه‌ها به خدای متعال بزرگ من اینطوری صحبت نکنم. آخر اپیزود رو مهدی جمع کنه بهتره. سابسکرایب یادتون نره، دمتون گرم. بچه‌ها مرسی که تا الان پیشمون موندید. ببینید حتما اپیزودهای بعدیمون هم سابسکرایب بکنید، در دوستاتون هم بفرستید. بدرود.